امروز میخوایم اوورتیک ترین لحظه های تلویزیونی رو نشونتون بدیم. اما قبلش لطفاً یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب و ویدیوهای ما رو لایک کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا هر موقع ویدیو منتشر کردیم اولین نفر باشین که ویدیوهای ما رو میبینید. اولی شروع میکنیم که انگاری مجری شبکه ABC زیاد آفتاب گرفته و توی برنامه زنده هم میخواسته پوزشو بده. این گزارشگرم در کشور استرالیا در وسط برنامه زنده که انگار از نیمتنه به پایین خودش زیادی رسیده که هر دونده یه زیارت میکنه. Oh my God! Wow! اینم یه شعبده بازی که خیلی دوست داره القا کنه که طاقت 40 سال میله تو خالیرم داره. به وسط برنامه زنده همه از این همه ظرفیت حیرت زده میشن. و این سیاه‌پوست هم در حال گزارش در برنامه زنده با خرمگس شاخ به شاخ میشه که پشت برنامه زنده به 0 تا 100 مگزها خوش میده. گزارشگر شبکه ABC هم از خراب بودن هدفون شکایت میکنه ولی کارگردان بهش برمیخوره و میگه گوش خودت خرابه و فوت میکنه تو گوشش تا درست شه. اینم یه مجری که انگار میخواسته استوانه بکشه ولی مغزش اونی که میخواسته رو کشیده. و این پرتغال اونم که انگار مخالف لباس زیر و آزادی رو ترجیح میده تا مردم توی پخش زنده اووردوز کنه. و این گزارشگر ورزشی هم مورد حمله بوسه هواداران مست فوتبال قرار میگیره. تو این برنامه زنده هم سینه‌های ملیکا بولویت تو بخش زنده بیشتر از معمول تلفات داده که باعث شکایت مردم شده. توی این برنامه زنده یه گزارشگر با وکیل در حال صحبت است که انگار متهم زیادی به وکیل فشار آورده که باعث بیهوشی اون توی برنامه زنده بشه. توی این برنامه زنده هم میبینیم که این گزارشگر از دوخت ناحیه باسن شلوارش شکایت داره و کلاً میریزه بیرون. توی این برنامه هم میبینیم که این دختر جوان در حال صحبت کردن با یک شیره و بهش میگه تو منو چرا به خاطر تیزم میخوای؟ شیرم راه خروج رو بهش نشون میده. و اینم اولین مانتو نامرئی که با هر رنگی مس میشه و باعث اختلال در شبکه اخبار شد. دختر جوان هم میخواسته رکورد راه رفتن روی یخ رو با کفشای پاشنه بلند بزنه و وسطای راه رفتن لنگای مبارک میره رو هوا. و ددی این دخترم در حال لایو زنده میاد تا سیکس پک هاشو به رخ مردم بکشه.
اینجا هم پاکستانی که وسط بخش زنده یه حشره چیزی میخواسته مزاحم شه که موفق میشه یه پاکستان رو بلرزونه. اینجا هم میبینیم که اگه دعای خیلی دانشجو دنبال استاد باشه چی میشه.